درود دوستان، حالتون چطور آقا؟ خوش اومدین به این ویدیو. آرمان زیرو اسپیس هستم. امروز اومدم با معرفی اتچمنت HS. انشالله از ویدیوهای بعدی براتون از گیم پلی همین اتچمنت رو میذارم، ولی الان در حال حاضر فقط دارم معرفی میکنم که بالاخره یه قدم جلوتر باشم. خب ببینین این HSی که من آوردم هم هیپ فایر میشه باهاش زد، هم ADS. منتها یه موضوعی هست، یه سری اتچمنت ها الان نیاز به پرک رنج دارن، یه سری به پرک لانگ برل. این از اون دسته هاست که به پرک لانگ برل احتیاج داره. چرا؟ چون اگه لانگ برل بذاریم باعث میشه تیراش 100% ریجستر بشه، تا یه رنج خیلی زیادی هم میتونیم وان شات کنیم. من همینجا گفتم، اینجا میگم بدون پرک شاتگان فقط از راه نزدیک وان شات میکنه. حالا میخواد KRM باشه، میخواد دیوای باشه، اصلا جک 12 و خیلی شاتگانای دیگه هستن داخل بازی که اونا حتی بدون پرک فقط از راه نزدیک بازی میکنه. الان شما یه دونه جک 12 برداری، طرف آسیاب فارم باشه، شما بغل جای کاهای آسیاب فارم باشه، شما نمیتونی اونا رو بزنی. ولی اگه پرک داشته باشی قطعا میتونی طرف رو در حدی دمج بدی که همه آرموراش پریده باشه. خب زیاد صحبت نکنم، فقط اومدم اینجا چند تا نینجا شات برم بهتون نشون بدم که اتچمنت روی نینجا شات وان شات هیچ مشکلی نداره. چون یه سری اتچمنت ها الان هستن دارن یوتیوبرای عزیز معرفی میکنن، حتی روی نینجا شات هم وان شات نمیکنه، حتی با این پرکا. ببینید من این پرکا رو قبلا امتحان کردم، روی اتچمنت های اونا وان شات نمیکنه. آخر ویدیو اتچمنت رو گذاشتم، اگه زیاد علاقه ندارین صحبت های منو گوش بدین، همین الان به این آخر ویدیو من براتون اتچمنت رو توضیح دادم. ولی اگه میخواین گوش بدین که ببینید تشکر میکنم. خب ببینین یه باگی اومده داخل نینجا. الان ببینین من نینجا بزنم گوشیم لگ میشه، در صورتی که الان من دارم کامل 90 FPS میگیرم ولی گوشیم لگ شد. نمیدونم چرا. اگه برای شما اتفاق میفته به من بگین، اگه راه حلی هم دارین حتما بهم بگین. خب آقا ببینین این اتچمنت یه باگی داره که رو هدشات وان شده، رنج تا حدودی بیشتر میشه. چرا؟ چون انگار اسنایپر داریم میزنین. لانگ برای لجند خوبیش همینه، من برای همین میگم برای بذارین، رو هد وان شات میکنه. ببینین اختلافو، وان شات. میدونین خوبی این اتچمنت همینه که با هدشات شما میتونید یه دونه وان شات خیلی قشنگ بگیری. دیدم یه سری دوستان هستن توی موومنت بیشتر شات میزنن به جای اینکه بخوام مثلا وایساده بزنن. همین خب باعث میشه طرف سعی کنه یه مقدار ایمشو بالاتر از سطح زمین بگیره و تیر بخوره به هد یارو. من یه اتچمنت دیگه دارم اون هدشات نمیتونه بکنه، ولی خب توی سینه طرف بزنین حتما وان شات میکنه. اگه خواستین فقط داخل کامنت ها یه دونه HS واسم بنویسین، من میرم اون یکی اتچمنت هم براتون میارم. خب ببینین هدشات ها رو خیلی راحت ها، یعنی شما اگه یه مقدار با ADS بازی کنین یا فست ADS شما میتونین خیلی خیلی خوب هدشات بزنین. توی پا میبینین این برعکس اون اتچمنتی که بهتون گفتم، توی پا وان شات نمیکنه. اون یکی اتچمنت هم بستگی داره که مثلا سبک بازی شما چجوری باشه، چون اونم ممکنه با یه سری سبک بازی نخونه. اگرم اون ویدیو رو گذاشتم و بازم نتونستین به وانشات خوبی برسین بهم بگین دیگه، من میرم براتون پیدا میکنم اتچمنتی که با هر دوتا اینا سازگار باشه، یعنی هم قابلیت هدو داشته باشه هم قابلیت پا. و این اتچمنت ADS، یعنی هیپ فایر خیلی خیلی کم امکان داره شما با این بزنین. چرا؟ چون که باعث میشه تیرتون پخش بشه هیپ فایر این داستان، چون برل دارین یکم تیرتون رو پخش میکنه. اوکی خب من دیگه صحبت نمی کنم، شما خودتون دیگه اینا رو ببینین. حالا آقا بریم اتچمنت رو بهتون نشون بدم. خب بریم تو قسمت لابی. من بازم عذرخواهی میکنم زیاد صحبت میکنم، من تلاشم اینه که تمام نکات رو گفته باشم، مثل یه سری از دوستان نباشم نکات رو نگم شما خودتون داخل بازی یهو بفهمین جا بخورین. خب آقا بیاین. حالا اتچمنتی کیارم خودم نیست، بر نداریم. کیارم هم خواستیم بگیم. ببینین اتچمنتی که بهتون گفتم اینه، استرایک فور گریپ. لیزرش هم لیزر 5MW یا همون MIP. مازلش هم چوک. دیدم خیلی فلاش گارد میزنن دوستان، فلاش گارد اصلا مال شاتگان حساب نمیشه، فقط شما باید چوک بزنین اگه میخواین وان شات کنین. فلاش گارد مال اصلا سری زامبیه که شما میخواین تون تون تیر بزنین.
خب ببینین RTC این منفی 3 نباید بذارینش ها. RTC برای اون ریر گریپ هم گرانلیتد گریپ تایپ. اگر هم نخواستین ADS بزنین فایر ستیبلت. تا ویدیو بعدی فعلا.